در آیه 52 نکته مشکل تری پیش می آید. میگوید از این پس دیگر گرفتن زنان و نیز این که به جای آنان زنان دیگری بر تو حلال نیست، هرچند زیبایی آنها برای تو مورد پسند افتد، به استثنای کنیزان و خدا همواره بر هر چیزی مراقب است. خب یعنی دیگه گفت آقا دیگه بسته دیگه، الان 4 5 تایی که الان فعلا من تا اینجا دارم، یعنی تا سال 5 هجری دیگه بسته، نه زن دیگه ای میتونم ببرم، نه میتونم اینها رو تبدیل کنم، مثلا اینو بفرستم یکی دیگه رو بگیرم و اینها، به استثنای کنیزها. بعدم قرار بود خدا مراقب باشه. حالا عرض خواهیم کرد ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم، روایات و بسیاری امور دیگر، میبینیم محمد بعد از نزول همین آیه و سوره احزاب در سال 5 ازدواج‌های دیگر هم انجام داد، یعنی تعداد زنان خودش رو به 9 تا زن رساند. از جمله ام حبیبه دختر ابو سفیان رو که در حبشه بود، محمد عمرو بن امیه زمری رو فرستاد که تو برو و این رو برای من خواستگاری بکن در حدود سال 6. زمانی هم که به حج آمد، عمرة القضا در سال 7 هجری، با میمونه عقد کرد و با میمونه ازدواج کرد. پس این آیه کجا رفت؟ چه شد که قرار بود دیگر تبدیل نکنیم؟ و جالب این هست که ایشان تا زمان مرگ خودش هم باز به دنبال افسودن زنان بود. از جمله خواهر اشعث بن قیس کندی رو خواستگاری کرد که به اون نرسید، یک دختر جونیه رو در سال فتح مکه گرفت که البته اون دختر یعنی عقد کرده بود و اون دختر گفت من از تو به خدا پناه میبرم، او رو طلاق داد. دختر نعمان رو به همین ترتیب بود. حتی از ام هانی خواهر علی خواستگاری کرد که ام هانی نپذیرفت. پس بنابراین ما میبینیم که در واقع محمد به این آیه بی توجه بود، در حالی که این آیه رو برای خودش آورده بود و سعی میکرد حداقل یک نقشی بازی بکنه در این حال. اما میخوام ارجاع بدم به کتاب تفسیر کشاف زمخشری